سلام و به شهر اینجا خوش اومدید. اینجا قراره یه پل محکم بسازیم بین دنیای فنی و پیچیده شما و دنیای حقوق. این توضیحات مخصوص شما مهندسا فریلنسراست که خب تو دنیای کد و طراحی استادید، ولی شاید تو دنیای قراردادها و بندهای حقوقی به یه راهنمای کاربلد احتیاج داشته باشید. خب، بذارید با یه سوال خیلی مهم شروع کنیم. فکر می‌کنید مهارت فوق‌العاده‌ای که تو کدنویسی یا مهندسی دارید میتونه یه سپر دفاعی در برابر مشکلات حقوقی باشه؟ شاید در نگاه اول بگید آره، ولی واقعیت یه کم پیچیده‌تر از این حرفاست. و این اولین و مهمترین واقعیتیه که باید باهاش روبرو بشیم. تخصص فنی به تنهایی کافی نیست. شما میتونید بهترین ها تو حوزه کاری خودتون باشید، اما امنیت شغلی شما فقط به دانش فنیتون گره نخورده. آسیب پذیری حقوقی دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که مرزهای تخصص شما تموم میشه. ببینید، شما توی توسعه بک‌اند یا کار با مطلب حرفه‌ای هستید، شکی درش نیست. اما وقتی یه قرارداد کاری میاد جلوتون، آیا میتونید مثل یه کد خط به خط دیباگش کنید و بندهای خطرناکش رو پیدا کنید؟ اینجاست که چالش اصلی خودش رو نشون میده. اینا فقط چند تا از اون کابوسای واقعی هستن که هر روز ممکنه برای متخصصا پیش بیاد. از کارفرمایی که پولتون رو نمیده تا ایده‌ای که خیلی راحت دزدیده میشه. اینها ریسک‌هایی هستن که میتونن کل یه پروژه یا حتی آینده کاری شما رو کاملاً به خطر بندازن. اما خب وسط این همه چالش و ناشناخته‌ها راه حل چیه؟ اینجاست که ما وارد میدون میشیم. شهرینجا رو مثل یه GPS حقوقی برای خودتون در نظر بگیرید. ما کمکتون میکنیم تا تو این جاده‌های پیچیده نه تنها راه رو گم نکنید، بلکه با اطمینان کامل و خیلی محکم قدم بردارید. ما فقط یه سرویس ساده نیستیم، نه. ما یه ابزار ضروری برای هر متخصصی هستیم که میخواد به جای اینکه کارش رو روی حدس و گمان پیش ببره، با قطعیت و کاملاً حرفه‌ای عمل کنه. این مفهوم خیلی ساده است. شما وقتی میخواید یه آدرس پیچیده رو پیدا کنید، به نقشه و راهنما تکیه میکنید، درسته؟ خب، برای اینکه امنیت شغلیتون تضمین بشه و از ایده هاتون محافظت کنید هم دقیقاً به همین راهنمای دقیق تو مسیرهای ناشناخته حقوقی نیاز دارید. بسیار خوب. حالا که فهمیدیم یه راهنمای حقوقی چقدر مهمه، بیایید دقیق‌تر ببینیم شهرینجا چه ابزارهایی رو برای حل چالش‌های روزمره شما در اختیارتون قرار میده. برای هر مشکلی یه راه حل دقیق طراحی شده. اولین و شاید بشه گفت حیاتی ترین سرویس مشاوره فوریه. گاهی وقتا یه تصمیم حقوقی باید تو همون لحظه گرفته بشه. هر تأخیری میتونه به قیمت از دست رفتن کل پروژه تموم بشه. مثلا این سناریو رو تصور کنید. یه مهندس نرم افزار درست چند دقیقه قبل از امضای یه قرارداد خیلی مهم در مورد مالکیت فکری کدی که نوشته شک میکنه. اون با یه مشاوره فوری 10 دقیقه‌ای تونست جلوی یه ضرر بزرگ مالی و معنوی رو بگیره. این یعنی قدرت دسترسی سریع به دانش حقوقی. ما سعی میکنیم به زبون خودتون صحبت کنیم. همونطور که شما کد رو دیباگ می‌کنید، یه وکیل متخصص هم میتونه قرارداد شما رو بررسی کنه تا اون باگ‌های حقوقی یا همون بندهای خطرناک رو قبل از اینکه امضا کنید براتون پیدا کنه. این یه داستان واقعیه و البته خیلی هشدار دهنده. یه فریلنسر تو شیراز فقط به خاطر یه بند مبهم توی قراردادش نتونست دستمزدش رو بگیره. این به ما نشون میده که هزینه بررسی یک قرارداد چقدر کمتر از خسارتیه که از نادیده گرفتنش به وجود میاد. اما خب، یکی از بزرگترین دغدغه‌ها همیشه اینه. اصلاً وکیل مناسب رو از کجا پیدا کنم؟ سامانه پیشرفته وکیلیاب ما دقیقاً برای حل همین مشکل طراحی شده. دیگه لازم نیست گیج بشید. شما میتونید خیلی راحت بر اساس تخصصی که لازم دارید، شهری که توش هستید و حتی بودجه‌تون وکیلی رو پیدا کنید که دقیقاً برای کار شما مناسبه. ولی چیزی که شهرها اینجا رو واقعاً متمایز میکنه فقط خدماتش نیست، بلکه اون اصولی هست که ما بر اساسش کار میکنیم. بیایید یه نگاه سریع به 3 تا اصل کلیدی پلتفرم ما بندازیم. شفافیت، سرعت و البته محرمانگی. اینها چیزاییه که باعث ایجاد اعتماد کامل بین ما و کاربرانمون شده. این عدد فوق‌العاده است. 60%. استفاده از شهرینجا تا 60% سریعتر از روش‌های سنتی برای پیدا کردن وکیل و گرفتن مشاوره هست. ما برای وقت شما که مهمترین سرمایه‌تونه ارزش قائلیم.
تفاوت واقعاً زمین تا آسمونه. به جای اینکه وقتتون رو تو ترافیک و اتاق انتظار هدر بدید و با هزینه‌های نامشخص سر و کله بزنید، شما خیلی مستقیم و با یه تعرفه کاملاً شفاف به مشاوره تخصصی دسترسی دارید. و از همه مهمتر، تمام اطلاعات شما 100% محرمانه باقی میمونه. پس نکته حیاتی اینه، شما به عنوان یه مهندس یا یه متخصص عادت دارید همه چیز رو با دقت طراحی و مهندسی کنید. پس چرا امنیت شغلی خودتون رو به شانس و اقبال بسپارید؟ وقتش رسیده که کنترل آینده حرفه‌ایتون رو به طور کامل دست خودتون بگیرید. این یه سوال اساسیه. شما برای طراحی یه سازه از دقیق‌ترین نرم افزارها استفاده می‌کنید، درسته؟ اما چرا برای مهمترین بخش کارتون، یعنی قراردادها و امنیت مالیتون، ریسک می‌کنید و به حدس و گمان تکیه می‌کنید؟ و شروع کار هم فوق‌العاده ساده است. فقط توی 3 مرحله خیلی ساده شما می‌تونید از دانش یه وکیل متخصص برای محافظت از کار و آینده‌تون استفاده کنید. به همین راحتی. اگه نمیخواید دستمزدتون از بین بره، ایده‌تون دزدیده بشه یا یه قرارداد به ضررتون تموم بشه، همین الان برای گرفتن یه مشاوره حقوقی به وبسایت شهرینجا سر بزنید. و یادتون باشه که شهرینجا خیلی فراتر از یه مشاوره فوریه. شما میتونید برای پرونده‌های پیچیده‌تر درخواست وکالت ثبت کنید و یا بهترین وکیل متخصص رو دقیقاً توی شهر خودتون پیدا کنید. ما تو تمام مراحل کنارتون هستیم. و در آخر این سوال رو از خودتون بپرسید. با توجه به تمام این ریسک هایی که در موردش صحبت کردیم، آیا واقعاً آینده حرفه شما به اندازه کافی امن و محافظت شده هست؟ بهش فکر کنید.